اگر زن مرد را یعنی شوهرش را به جای خواب دعوت کند و مرد به عذر نرود، شوهر گناهکار می شود یا نه؟ می شود، گناهکار می شود. اگر رفت شوهرم مثلا قدرت دارد، شهوت دارد، با وجود این همسر خواب کردن نمی خواهد، برای خاطر همسرش عذاب دادن، این شوهر گناهکار می شود. رسول اکرم گفتن این لزوجک علیک حقا، همسرم در بالای مرد حق دارد. حتی در فتاوای قاضی خان در کتاب فصل عنین است، در کتاب طلاق میگه که و یعصم الزوج، شوهر گناهکار می شود دیانتا این قدر علی اتیانها ولم یاتها، اگر قادری بر هم خوابگی باشد اما قضیهش هم خوابگی نکند، گناهکار می شود. اون نفسم اون شوهرم ماننده که خودش اشتیا دارد، همسرش هم اشتیا دارد. ماننده که خودش در کار شود، همسرش دعوت میکند نبیاد، خفه میشود. وقتی که همسرم او رو خواهش کرد باید خودش خواه رود. بنابر به عذر شرعی اگر همسراشان راضی نکنن، اینا هم گناهکار میشوند. اما امروز از سبب بسیار من عصبیت ها و ناآرامی هایی که بود، بسیار مردها با کسلی های عصب مبتلا هستند. این کسلی عصب عادتا قوه شهوت از آدم گم میکنه. بنابراین اگر کسی مبتلا باشد، این صورت این عذر میشود. بنابراین خواهرای عزیز باید شوهراشون در این باب آزار دادن وقتی که یگان عذری داشته باشد تا نقض شدن شد.